سلام و درود خدمت شما هنرجوهای مجازی عزیز. خب دوستان، قرار پارت دوم رو از طراحی لباس شروع کنیم. البته ما قرار اول دوره مقدماتی که کشیدن فیگور، چهره، سایه زدن، مو، همه اینها شامل جزئیات میشه رو اول پشت سر بذاریم، بعد بریم توی ترم طراحی لباس. خب اول از همه ما باید یه خط صافی رو رسم کنیم برای کشیدن فیگورمون. یه خط صافی رو رسم میکنیم. من میخوام فیگور 9 سر بکشم، پس خطم رو اندازه میگیرم و تقسیم بر 9 میکنم. شما توی آسا طراحی میکنید، پس خطی که میکشید و بلندتر بکشید و اندازه هاتون رو 3 سانت 3 سانت تقسیم کنید، یعنی 9 تا 3 سانت. حالا برای من 2.7 میشه. شروع میکنم به اندازه گیری کردن. خب بعد از اینکه من تقسیماتم رو انجام دادم، میام جای هر قسمت رو مشخص میکنم. اینجا میشه چانه، این خط میشه خط زیر بغل. خیلی ها به اشتباه خط زیر بغل رو میان خط سینه میگیرن، در صورتی که اینجای ما میشه خط زیر بغل ما. کمر، باسن، ران، زانو، ساق، مچ و این هم کف پای من هست. خب اولین اندازه گیری و تقسیماتی که من باید انجام بدم توی بخش سر هست. میام از بالا از کف سر تا چانه اندازه میگیرم، وسطش رو پیدا میکنم، علامت میزنم. حالا مجدد میام این اندازه رو میگیرم، خب دوباره تقسیم بر 3 میکنم. پس اول تقسیم بر 2، خب مرحله 2 تقسیم بر 3 میکنم. جواب به دست اومده که توی مرحله 2 هست، تقسیم بر 3 میشه پهنای سر من. خب این از پهنای سر من. برای چانه ما معمولا خب میایم 2 میل اینور 2 میل اینور، بعد یه همچین خطی رو ما رسم میکنیم. این برای چانه. حالا وسط این خط رو من پیدا میکنم، میام اینجوری خطچین میزنم رو به بیرون، میام زاویه سازی میکنم. میبینید اینم از زاویه سازی چهره. حالا وقتی چهره رو بزرگتر بهتون آموزش دادم واضح تر هست. خب من میام از خط چانه تا خط زیر بغل رو تقسیم بر 3 میکنم. این قسمت 1/3 بالایی من خط سرشانم رو میکشم. حالا خط سرشانم چجوریه؟ باید اندازه 2 تا عرض سر من باشه، یعنی اگه این عرض سر من هرچی هست، خب شما اگه 3 در نظر میگیری باید اینجا 1.5 بیاید، اینجا 1.5 بیاد دیگه، جمعش میشه 3. خب یه 3 سانت با 1 دونه نصفه باید بیارید. حالا توضیح دیگهش هم اینه، 1 سر و 1 نصف سر، یعنی سرتون رو اندازه میگیرید پهناشو، 1 دونه سر اینجا میکشید، یه نصف سر دیگه مجدد اینور رسم میکنید. خب حالا من اندازم رو میگیرم، من 2.7 بود. خب اینم از اندازه. میام اینجا، ببین این قسمت میشه خط تر
و. خب حالا من مجدد از اینجا از این سرشانه تا چانه رو دوباره تقسیم بر 3 میکنم. تو 1/3 پایینیش اینجا بکشم گردن رو، تو 1/3 پایینیش میام یه حالتی مثل مثلث قائمه اینجوری وصل میکنم از این. حالا برای قسمت کمر باید 1 سر و 1/3 یک سر در نظر بگیرم. میام اینجا، شما با اندازه هایی که میرید 1/3 میشه اندازتون واسه کمر. خب اینم از کمر. خط کمر رو ما رسم کنیم. حالا میایم برای باسن، هر چقدر اندازه سرشانه ما رفتیم باسن هم همونقدر میایم بیرون. ببینید میشه باسن. اما برای زانو میتونید از دایره هایی با پهنای 1 یا نیم استفاده کنید. میاید این خط رو میچسبونید به این دایره، مجدد اینجا هم یه خدچی میارید تا این مچ پا. حالا میام چی کار میکنم؟ برای قسمت سینه گفتم زیر بغلمه دیگه، ببینید اینجا خط زیر بغلمه، میام یکم پایین میشه خط سینه من. شروع میکنم به رسم کردن سینه، کشیدن سینه که معمولا حالا دایره میکشن و مشخصش میکنن. برای کشیدن دست من نیم سانت میام بیرون، خطم رو میام صاف میکشم به پایین، از این برم تا باسن میرسونم. حالا برای موچش هم به همین شکل تا انتهای ران میکشونم، تا خط رانم یعنی. حالا من از قسمت باسن تا ران رو تقسیم بر 5 یا 4 میکنم. 3 4 5. خب میام از این اولیه، از این تقسیم اولیمون یه خط اینجوری میکشم. حالا گفتم زانمون ارزش 1 باشه یا نیم، به خاطر اینجاست. ببینید میام اینو راحت دور این میکشم. حالا من میخوام زانومو رسم کنم، میام 1 ذره بیرون، میبینی یک کوچولو چند میل، 1 میل 2 میل میام بیرون، میبینی به اینجا قوزک پامو و اینم کف پام. حالا اینجا میبینی اینطوری میشه. اینم از فیگور اولیه‌مون.